سلام، به روز 4 خوش اومدید. نجمه دریادل هستم، مسئول کمیته یوگای شهر مشهد، مدرس بین‌المللی یوگا و مدرس ذهن آگاهی آرامیا. امروز حرکات بیشتر متمرکز بر ناحیه گردن و شانه است که اگر تنشی توی اون قسمت هست برطرف بشه. پس همراه شو با ما. توی یک نشست صحیح قرار گرفتی، ستون فقراتتو صاف کردی، خوب فاصله ناف تا جناق سینه رو کشیدی، شونه ها سبک هستن، پایین و به سمت عقب رها شده، گردن صافه، چشم رو گرفتی بستی، دست ها رو میذاری روی پاهات و آگاهی به دم و بازدم های طبیعیت. دم و بازدمت رو از سوراخ‌های بینی دنبال کن. آگاهی تو بیار به سمت بدنت. ببین لحظه حال بدن به چه صورته. تمام بدنتو حس کن. پایین تنه، بالا تنه، دست ها، شانه ها، گردن، صورت، تمام بدن. سه تا دم و بازدم عمیق بگیر. و آروم بگیر، چشماتو بازش کن. مرسی. همونطور که نشسته هستی و فقرات صافه، شونه ها رو چرخش میدی. 1 با شانه ها دایره میزنی. 2 نیم دور دم، نیم دور بازدم. مرسی. عکسش. 1 2 3 آروم رها میکنی. گوش راستو به سمت شانه راست متمایل میکنی. دست راستتو بیار به سمت چپ سر و گوشو بیشتر نزدیک کن. اگر اوکی هستی دست چپتم بذار روی زمین، سر انگشتان روی زمین. کشش خوب تو ناحیه چپ گردنت حس کن. دم و بازدم. آروم چانه رو بکش به سمت گودی گلوت. ببین کشش کجاست. آروم بیا سر جاش و بعد بگیر رهاش کن. مرسی. سمت مخالف. گوش چپ به سمت شانه چپ. دست چپت سمت راست سر رو بگیره. انگشتای دست راست روی زمین. کشش حس کن. دم و بازدمت آگاه باش. آروم چانه رو ببر به سمت گودی گلو. ببین کشش کجاست. آروم برگرد سر جا و بگیر رها کن. مرسی. دوباره شونه ها رو چرخش بده. 1 2 3 عکسش. 1 2 3 ممنون. متشکرم. بریم 4 دست و پا قرار بگیریم.
تو وضعیت تیبل پوز یا 4 دست و پا قرار میگیرم. مچ دست شانه هام توی یک خط، زانو لگنم توی یک خط هستش. مرسی. دم میگیرم، دست راستم میبرم بالا، قفسه سینه‌مو باز میکنم. نگاهم به دست راستم، بازدم از بین دست چپ و پای چپ رد میکنم. دم، قفسه سینه باز، بازدم. دم و بازدم. آروم شانه راستم و اگر میشه میذارم روی زمین، سمت راست سرم رو زمین. دست چپم رو میتونم بکشم به سمت جلو یا ببرم توی پهلوی راستم بذارم. دم و بازدم. آروم دست چپ رو میذارم سر جاش، فشار وارد میکنم، دم میگیرم، دست راستم میره بالا و بازدم رها میکنم. میریم سمت مخالف. دم، دست چپ بالا، بازدم. دم، بازدم. دم و بازدم. شانه چپ رو میذارم روی زمین. خوب. قفسه سینه باز. دست راستم یا میکشم جلو یا میبرمش پشت. خوب شونه راستتو بده عقب. دم و بازدم. کششی که توی این ناحیه هست آگاه میشی. آروم دستتو بذار، دست راست بذار و بعد دست چپ دم و بازدم رها میکنی. مرسی. دستاتو کمی ببر جلوتر. زانوهاتو از روی زمین بردار، لگنو بکش سمت سقف و برو تو وضعیت شوان. و زانوها یکی یکی خم و راست. دم میگیری، پای راستت میره بالا و بازدم میذاری بین دستات. مرسی. پاشنه پای عقب تو بذار رو زمین، بیا بالا. زانو پاشنه پای جلو توی یک خط. دم ویرابادر یک میشی. زانوی عقب تا جایی که میشه پشتش صاف. بازدم نماسته. دستا رو از پشت قلاب میکنی. دم میگیری، قفسه سینه باز، یه خم به عقب. بازدم، تاج سرت میاد داخل پای راستت و قلابت از بدنت دور میکنی. قلابتو میذاری پشت، دست‌ها رو رها میکنی. مرسی. زانوی چپتو میذاری روی زمین، دست چپت کنار پای راست، قفسه سینه‌تو باز کردی، به سمت راست چرخ زدی و اگر میشه دست راست پای چپو میگیره و خوب شونه راستتو میدی عقب. دم و بازدم. روی ران چپت هم کشش داری. آگاه شو. و آروم رهاش میکن. مرسی. دم پلانک میشی. نگاهت رو به جلو. زانو رو میذاری زمین. آروم
میای پایین با بازدم. دم قفسه سینه‌تو میکشی بالا. یک کشش و بازدم شوام. بریم سمت مخالف رو انجام بدیم. اول زانو خم و راست. دم پای چپ بالا و بازدم بین دستات. پاشنه پای عقبتو بذار رو زمین. زانو پاشنه پای جلو توی یک خط. مرسی. هر دوتا سمت لگنت به سمت سر متته. دم خم میشی به سمت عقب. قفسه سینه باز. ویرابادر 1 یا جنگجوی شماره 1. بازدم نماسته. دستاتو از عقب قلاب میکنی. دم قفسه سینه باز. بازدم. میای به سمت داخل پای چپت. قلاب از بدن دور. شکم داخل. قلابتو بذار. مرسی. دست راست روی زمین. زانوی راست روی زمین. برمیگردی به سمت چپ و دست چپ روی پای راست رو میگیره. شونه چپتو خوب میکشی به سمت عقب. دم و بازدم. و آروم میگیری رها میکنی. دم پلانک میشی. زانو رو میذاری زمین. آروم میای پایین. دم کف لگنتو گرفتی. باسنتو گرفتی و قفسه سینه رو میکشی بالا. یک کشش و بازدم شوام. زانواتو میذاری زمین. مرسی. ممنون. و میگیری میشینی. اگر آجر داری، آجر یوگا، از 2 تا آجر استفاده میکنی. یکی بین کتفات و یکی پس سرت. اگر هم نداری ایرادی نداره. به این صورت آجرها رو میذاری که قفسه سینه‌تو بگیری باز کنی. میخوایم دراز بکشیم به پشت. خب فیکسش میکنم. قفسه سینه‌مو گرفتم باز کردم. اگر آجر هم نبود ایرادی نداره. اگر کتاب قطور داری میتونی استفاده کنی به جاش. خوب شونه ها رو بردی به سمت عقب. قفسه سینه‌تو باز کردی و میتونی دستاتو به این صورت بذاری یا بیاری کنار بدنت. دم و بازدم بگی. و آگاه شو به ضربان قلبت. آگاه شو به باز بودن قفسه سینه. و چند تا نفس بکش. مرسی. برگرد به شانه راستت و بگیر بلند شو بشین. توی نشست صحیح قرار گرفتی. ستون فقراتت صافه. چشماتو بستی و آگاهی به دم و بازدم های طبیعیت. یک دم عمیق بگیر و بازدم عمیق.
دستا مقابل قفسه سینه و آروم بگی چشماتو بازش کن. اوم شانتی. سپاس از اینکه همراه ما هستید. منتظر کامنت های شما هستیم.